دوستان عزیز، مهمانان عالی قدر برنامه آینه شب، اینک برنامه دومی سلسله برنامه های آینه شب از جانب تلویزیون و رادیوی جهان آرا برگزار می‌گردد. دوستان عزیز، برنامه آینه شب با تشبث تلویزیون جهان آرا با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و دوستان و همکاران ما شرکت‌های مختلف برگزار می‌شود. دوستان عزیز، ما دفعه گذشته شب ایجادی هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان صباحت نجم‌الدین و را برگزار نموده بودیم و امروز ما خواستیم که در حضور شما یک نفر هنرمندی که در دل و دیده ما و شما جای گرفته است به برنامه آینه شب دعوت کرده باشیم. اینک تحت کفکوبی های شما هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان اسرائیل جان فیض‌الدینов را به صحنه می‌خوانم.
دوستان عزیز، من از نام همه شما اسرائیل جان فیض‌دینوف رو به برنامه آینه شب خیر مقدم میگویم و باور دارم که دوام چند ساعتی که ما با هم خواهیم بود، محفل ما محفلی خواهد بود که به قول سالهای سال در خاطر هر یکی از نشستگان نقش خواهد بست. دوستان عزیز، اسرائیل فیض‌دینوف بار اول مهمان برنامه های تلویزیونی نیستند و ایشان را در قلمرو ولایت، در قلمرو جمهوری همچون هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان و همچون هنرمندی که واقعا سالهای سال از سر صحنه هنر فرود نآمده است میشناسم. و من امروز اولین سوالی که به اسرائیل جان فیض‌دینوف میخواهم مطرح کنم این است که امروزه برداشتشون، امروزه قبول مخلصان، امروزه برنامه‌ای که آن آینه شب عنوان دارد برای ایشان چی تأثیری گذاشت؟ از اولین تأثیرات خودشان میخواهم سخن کرده باشند. مرحبا. سلام و درود بی پایان از نام اهل هنرمندان، خلق عزیز و شمایان. برای چنین پیشوازی که کردیتان، این برای من یک قرض بود. من باید به شما بسیارتر خدمت کنم. بعداً به سید عمران عزیز، برادر عزیز ما، استاد عزیز بسیار تشکرها میگویم که این کس به قدر اهل قلم، به قدر اهل صنعت، به قدر ما و شما میرسن و دل شما میدانند که با کی واخورانند، با کی هم صحبت شوانند. برای همین من اول سپاسگزارم. سلامت باشید. بیایتان مهمانای گرامی، من بسیار کنسرت ها میبینم. در حقیقت من خوشبختی من در آن است که اینقدر بسیار در هیچ جا گپی بسیار هم نگویی تا میگم. خوشبختانه همین کمتر همین به قول بعضی رکلام شودم، همین آدم بسیار احترام کرده میتونه برای صنعت من، برای من این سربلندی است. برای همین یک جایه به احترام تشکیل کننده همین باز همیشه بیم دوست عزیزی من، استاد گرامی قدر سید عمران سید، یک قرصک زنیم آقا. تشکر برای شما. تشکر استاد. من میخواهم دوستان یک نکته ذکر کنم که امروز هر یک نفری که در محفل ما شرکت دارد حقوق دارد که سوالهای خودش را به اسرائیل جان فیض‌دینوف داده باشد. امروز ما میخواهیم که نه تنها سرود گوش کنیم، نه تنها ترانه گوش کنیم، نه تنها رقص و بازی کنیم، بلکه ما میخواهیم که به عالم باطینی اسرائیل جان فیض‌دینوف وارد شویم، به دنیای فرهنگ و هنر ایشان نظر کنیم، به کتابی صنعت و هنر ایشان یک بار دیگر با چشم عقل و خرد نظر کرده باشیم. من میخواستم در آغاز از اسرائیل جان فیض‌دینوف یک نکته پرسان شوم که اصلا هنرمندان زیاد هستند. هنرمندان وقتی که ما صنعتکارا رو بها میدیم، مخصوصا خلق بهای واقعی، بهای حقانی خودش میده. من یک چیز میخوام از شما پرسم که طی سالهای طولانی در سر منبر هنر، در سر صنعت ایستادنتان و همیشگی در مد نظر، در منظر دیده ها و در دل و دیده مردم جای گرفتن خودتانه چه خیلی شرح میدی؟ من میخواستم نقطه نظری خودتان بپرسم، هرچند هر یک نفر مخلصی که اینجا هست درباره این فکر میکند، اندیشه خودش دارد. مرحبا. تشکر. به فکر من این صنعت، برای صنعت قدم گذاشتن و به عزت و احترام خلق نائل گشتن بسیار مهنت زیاد طلب میکند. من یک چیز گفتنی هستم که این صنعت آوازخوانی نه فقط برامده 4 کلمه سروده خواندن است. من بارها تاکید کرده بودم که کسی که برای صنعت، برای آوازخوانی قدم رنجه می کند باید سواد کافی داشته باشد. نه فقط آواز یا 4 کلمه شعر، از همه جوابهای حیات، پیش تو پس چی حیات باید که باخبر باشد. چونکه
وقتی که حافظ به صحنه میبرد یک چیز میخواند باید و اولا خودش درک کند که چی خوانده ایستاده است. بعدا من بسیار خوشبختم که بسیار زنها مادرها دوست می‌دارم. همین به خودم میگم که همین سرود که مادر معقول شد باور دارم که تمام خلق معقول میشد. اساسا در چی میبینم؟ در مهنت وفاداری نسبت به عائله، وفاداری نسبت به آن خاک سرزمینی که در آنجا شما تولید شدید، وفاداری به آن وطنی که شما تربیت کرد، وفاداری به همون تمام انسان‌هایی که استادان عزیز که من شما تربیت کردم. این خودش آیسته آیسته به فکر من کسی که به این چیز حرکت میکند در نزد خلق، در نزد مردم، البته باید که احترام داشته باشد. شکر. همین سرود یا ترانه، اون من آهنگ برای مردم چه خدمتی را ادا میکند از نقطه نظر شما؟ مرحوم استاد بسیار استادا من دوست می داشتن، حالا هم دوست می دارم. مرحوم استاد ظفر ناظم یک گپی نزده بودن که اسرائیل جان تو باید سرود خوانی که من بعضی حافظا میخوانن چنین ایجاد کن، چنین خوان که از عاقب تو آنها روند. حافظ باید یک چیز برونده خواند. این دعوت البته عشق پاک و دعوت مادر وطن به قدر دیگر برسیدن به باید چنین باید سرود خوانی که باید خلق از عاقب تو یک راه نیکی برود. این رسالت اساسی صنعتکاری آوازخوانی به فکر من همین است. نه اینکه من مثال میگم در جاهای غرب بودیم، دیگر دولت ها بودیم، من میفخرم که در کجایی که نبودیم وقتی که برآمده چیزی ملی میخوانید در بعضی جایها پیخست که حتی کردم که بسیار گذشته های ما بزرگای ما از ما هم آنها بزرگتر احترام میکردیم. این به فکر من رسالت صنعتکاری حافظی همین است که خلق را دعوت کردن. باز میگم به نیک گفتاری، نیک رفتاری، به قدر یادگار رسیدن، به قدر زمین خاک وطن رسیدن، این البته رسالت ما هست. خب شما اینجا درباره استادا یاد کردید، درباره نفرهای یاد کردید که واقعا اونها در پیشرفت موسیقی، صنعت نقشی بزرگ گذاشتن. من بسیار میخواستم که چون امروز صحبت پیرامون ایجادیات شما است، در آغاز از اون استادان یاد کنیم که واقعا هم محض اونها سبب شدن که امروز شما همچون هنرمند شایسته، همچون هنرمند ارزنده در بین مردم آبرو و اعتبار دارید. برام اینجا جای تولید من همه میدونن، بفکرم مخلصای اصلی من از من هم نقصتر ممکن بعضی کارهایی که اون میگون که یک گپی نو از کی شنیده، از زن اگر شنیده این گپ حق میگون. برای همین من فخر میکنم که زادگاهی من، وطنی من تاجیکستان است و فخر از آن دارم که در اسفری باستان تولید شدم. در همسایگی عجایبیش همه که در همسایگی یک محله ما، محله میگون استاد مرحوم مرزا قربانی صالح جنگ‌نوازی که تا حالا مثل آن کسی کمان کشته نمیتواند. این شخصی که خداداد بودن در همسایگی ما. بعد استاد عثمان جان یوسفوف در همسایگی ما 3-4 نفر در همونجا تولید شدیم، به خلق خدمت کردیم و بسیار خرسند هستم که اسفره هر کی ما و شما میدانتان اسفره به خود یک سبک خودش را دارد. حافظی بم، گفتار بم، حتی در لباس پوشی هم، حتی در آداب یا دیگر احترام چی کردن اسفره تماما دیگر است. اسلوب خاصی اسفره است، مقام خانه اسفره است. رحمتی پدرم گفتن که بچم تو روی سند به قدم گذاشتی، تو حرکت کن، اول می آموزی، از استادان آموز، باید رای خودت را یافته باشی. هر یک حافظ تقلیدکاری یک سن سالی معین است و باید رای خودت را یافته. شکر میکنم که من گفته‌های پدر و استاد گوش کردیم، گرفتیم، کم و بیش ایجاد میکنیم، برای شما خدمت میکنیم. از این فخر میکنم. با چیکار؟ تشکر. خب چند سرودی شما برای خواهش میکنم برای مهمانان، برای
اونهایی که امروز برای شنیدن سرود شما آمدن تقدیم داشته باشید. تشکر. گر مفتی و مولایم باید ز خدا ترسیم. گر مفتی و مولایم باید ز خدا ترسیم، گر قاضی و ملایم باید ز خدا ترسیم، گر عاشق شیداییم یا بیهود و رسواییم، گر عاقل دنیاییم باید ز خدا ترسیم، گر عاشق شیداییم یا بیهود و رسواییم، گر عاقل دنیاییم باید ز خدا ترسیم. صد همدم و همراز است امروز به ما، اما در گور چو تنهایم باید ز خدا ترسیم، گر مستی می نابیم گر مستی لبی یاریم، گر از همه بالاییم باید ز خدا ترسیم، گر مستی می نابیم گر مستی لبی یاریم، گر از همه بالاییم باید ز خدا ترسیم. با این همه دانایی با این همه دارایی در زیر زمین جایم باید ز خدا ترسیم، با حسن و جمال خود مغرور نباید شد، گر از همه زیبایم باید ز خدا ترسیم، گر رستمی دنیاییم داننده فرداییم، هرچند تواناییم باید ز خدا ترسیم، گر رستمی دنیاییم داننده فرداییم، هرچند تواناییم باید ز خدا ترسیم، گر عاقل دنیاییم باید ز خدا ترسیم، گر از همه داناییم باید ز خدا ترسیم. تشکر برای چی از این آغاز کردم.
برای آن است که اگر خدا ترس باشیم، اگر یادگیری دوست می‌داریم، مادر دوست می‌داریم، پدر دوست می‌داریم، همه دوست می‌داریم. سلامت باشید. سایی پیلان خدا را در داک راز پینهان خواهد شد آشکارا. کشتی نشستگانی ای بادی شرطه برخیز باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. آسایشی دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا. آسایشی تو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا. ده روز مهری گردون افسانه است افسون، نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا. ای صاحبی کرامت شکرانه سلامت، باری توکلی کن در نشیب نوارا. آسایشی دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا. بشارت رندان پارسارا. حافظ نخود بپوشی این خرقه میالود، ای شیخی پاک دامن معذور دار ما را. آسایشی تو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا. با دوستان مروت با دشمنان مدارا. ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را. سلام باشید. تشکر.
در این دنیا هر نقطه به جا باشه، مردم همه سر تا پا از غصه رها باشه. ای کاش در این دنیا هر نقطه به جا باشه، مردم همه سر تا پا از غصه رها باشه. از کافر و از مسلم دیگر نزند حرفه، باز آمدن و رفتن با امر خدا باشه. باز آمدن و رفتن با امر خدا باشه. صمیمیت نخلی به ثمر رویه، در دو عالمی ما را هر لحظه دوا باشه. عقل و خرد از زندان آزاد شود آسان، بابا این 90 ساله دستان به دعا باشه. عقل و خرد از زندان آزاد شود آسان، مامایی 90 ساله دستان به دعا باشه. خداگاهی هرگز بیرود راهش همدم روشن از نور خدا باشه. بشنیده غزلهایش گفتن عزیزانش، در مجلس و محفلها ناری نسا باشه. عقل و خرد از زندان آزاد شود آسان، بابا این 90 ساله دستان به دعا باشه. ای کاش در این دنیا هر نقطه به جا باشه، مردم همه سر تا پا از غصه رها باشه. از کافر و از مسلم دیگر نزند حرفه، باز آمدن و رفتن با امر خدا باشه. بابا این 90 ساله دستان به دعا باشه. ای کاش در این دنیا هر نقطه به جا باشه. خب چند سرودی که اینجا خوندید در برابر موسیقی، در برابر آهنگ، متن‌های بودند که واقعاً به گوش جان انسان ها میرسد. من میخواستم در ادامه صحبت پرسان شوم که اساساً شما با کدام ادیبان همکاری میکنید یا خود بیشتر با آثاری که ها روی میبیارید؟ وقتی که به سروده های شما نظر میکنیم، در آن هم آثار کلاسیکان هم آثار معاصران جای دارد و اون من اصول انتخاب شما و در زمینه چی متن‌های انتخاب میکنید و اون موسیقی میبندید؟ مرحبا. تشکر. متن من همه تو من از سن سالی هستم که چی میگوید همه چیز از یادگیر جدا کردن میتوانید. برای همه انتخاب من نو بس یک دو شاعر بنیست. استاد عزیز، من از قریب از تمام شاعرای کلاسیک بسیارتر ایجاد کردم، از شاعرای معاصر، از این شاعرایی که من روشان شاد با استاد لایق و دیگر شاعرها. آن چیزی که دل من آب میخورد همین شعر من معقول است، من نمیدانم خداوند من با یک آهنگ همون شعر به موافق عطا میکند که من کار کرده میبرم بعد سمی شما میرسانم. برای همه سلامت باشید.
تشکر. رحمت سلامت باشید. قربا قربین آواز بلبل خانه قربا قربین آواز بلبل خانه از باده غجدابه کل میخانه دزدید سرود و شادی دردی دیگر دزدید سرود و شادی دردی دیگر خود را به قطاری بلبلان میخواند خود را به قطاری بلبلان میخواند شد زی آوازی خوشش شد زی آوازی خوشش بلبل گرفتار قفس شد زی آواز خوشش بلبل گرفتار قفس رنجشی دلها زیبانگی ناخوشی زاغان بود ای دوستم هر کی را دانش بود عالم به او زندان بود هر نفس او را هزار اندوه و غم مهمان بود شد زی آواز خوشش بلبل گرفتار قفس شد زی آواز خوشش بلبل گرفتار قفس رنجشی دلها زیبانگی ناخوشی زاغان بود ای رنجشی دلها زیبانگی ناخوشی زاغان بود خیشتن با ناکسان همراز کردن نارواست قیمتی گوهر به چشمی کور بس ارزان بود دشمنت چون مر باشد هم از آن اندیشه کن دشمنت چون مر باشد هم از آن اندیشه کن اندک آتش خرمنی پربارا سوزان بود ای اندک آتش خرمنی پربارا سوزان بود زدودن مشکل است شستنی داغی درونی لالکی آسان بود
تربیه زایه رود نابالغان را ای نهان ناکسی و بی وفایی قسمتی آنان بود شد ز آواز خوشش بلبل گرفتار قفس شد ز آواز خوشش بلبل گرفتار قفس رنجشی دلها زیبانگی ناخوشی زاغان بود خوشی زاغان بود رنجشی دلها زیبانگی ناخوشی زاغان بود من به عنوان مخلصان سوال ها دارم. هر کسی که به سوال ما جواب میدهد از جانب برنامه آینه شب صاحب کتاب می شود، صاحب کتاب خوب می شود و اون کتاب البته خیلی که اینجا اسرائیل جان فیض‌دین گفتن سبب می شود که در خاندان شما به شعر، به ادبیات، به هنر، به صنعت روی بیارن. در دست من چندین کتاب ها هست. هر کسی که به سوال جواب داد صاحب کتاب می شود. اون کتاب البته از دست هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان اسرائیل جان فیض‌دینov میگیرد. اولین سوال من این است که در یاد دارد که اولین سرود اسرائیل جان فیض‌دینov کدام بود که ایشان را در بین مردم معروف کرد؟ سرودشان در یادم ماندگی اولین سرودشان این سرود کلیم بیارم بود. معلومه کدام سال؟ سوالش در یادم نمو خیلی جوان. اکنون خودتان رو معرفی کنید معلومه. من فراغت سرما حسبی بیمار خونه. سلامت باشید معلمه. اصلا اون سرود یکم بیسره خانه چی؟ نه یادم نیست. خیر استاد خواهش میکنم یک خانه همین خیلی زنده اصلا اون سرود. تو باشی و کنار آبشاران گل و سی برگ و صفتی هزاران نی چوپازیش که مصرایم همین بود. میواخه سلامت باش رحمت که جان سلامت باش قرصه زینتان دیوان منتخب نورمحمد نیازی من نیت کردی باز میسپرم که انشاءالله من همه واسه سلامت اله حیاتنده نگون که آخر نچی بوده یادگار سوال نتیم فقط اولینش پرسنگ روی چی کار میکنید همراه باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر بسیار. خب یک سوال دیگر مهمانی ما مهمانی برنامه آینه شب اسرائیل جان فیض‌دینov هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان است. کسی که سنه و سالی به این عنوان نائل شدن ایشان نامبر کند غالب نوبتی سوالنامه آزمونی ما خواهد بود. یعنی اسرائیل فیض‌دینov کی هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان شدند؟ مرحبا. کسی در یاد دارد؟ مخلصای اصیل هستند؟ خب از استاد خودشان خواهش میکنیم که به این سوال جواب بدهند. این سوال در حقیقت چی است که ممکن سنه در خاطرش کسب نیست. شکر خدا که سال 2007 بود. خداوند دو تا چیز به نصیب گردان. اولا اینه بینید که از دست چی میگوید سایه خداوند در روی ما، سایه خداوند جناب عالی شاه سایه خداوند میشد که عنوان گرفتم و همون ما حالی تا عنوان میشد زیارت کعبه الله رفتم. دو تا چیز خداوند به من نصیب گرداند که این نیتی والدینای من بود. راست گپ وقتی که حتی بعضی ها صاحب عنوان شود
شویی میگون این میکنه، لکن من فقط رفته شکرگزاری کرده دوی وطن کردم که تاجیکستان فقط همیشه گفتم باشه آباد باشیم و حافظا سرود خوانده آزادانه کردیم. گفته سلامت باشید. تشکر. دوستان عزیز، یک سوالی دیگر داریم در این دوره. ما میدانیم که اسرائیل جان فیض‌الدینов از سرایندگان سرودها در وصف پدر و مادر هستند و یکی از سرودهای خوبشان مادری جان اللهم گوی. میپرسم که همین سرود، متن همین سرود از کدام شاعر است؟ من آموزگار کالج طب شهر خودم عارفه خمریه، معلمه زبان و ادبیات تاجیک. به نظرم سوالتان تکرار کنید. متن سرودی مادری جان اللهم گوی به قلم کی تعلق به دارد؟ قلم آذرخش متاسفانه جواب درست نیست. آنچه که شما گفتید خیز مادر که مسافر پسرت، این از آذرخش است، لیکن این متنی که گفته ایستادیم از آذرخش نیست. اگر خواستید یک بار دیگر فکر کنید همیشه جواب دهید. مرحمت. نباشد لایق شعرلی. نظرم کتاب پارا میکنیم از هر دو تقسیم همش یک تکریبیتی هم. خواهر برای جرأت شما معلمه یک از چی گفتن فیلو معلمی زبان و ادبیات گفتن. اینا معلوم است که تمام چندی که من سرودی مادر میدونم به فکرم همش اینا میدونم، همش میدونم. برای همین بید خواهش کنیم یک مصرع خوانند که اصلا میدونستگیشه. مرحبا. همش میدونم. اینا درست گفتن. به آهنگ خوانید، یگان چیز خوانید. معلم تصور کنید که ما طلبه ها هستیم، از معلم خواهش کرده ایستادیم که خوانم. خب سلامت باشید. به هر حال برای جرأتتان برای شما یک کتاب هدیه میشه. کتاب درباره پیشوای ملت محترم امام علی رحمان. مادری جان اللهم گوی از کیست؟ مرحمت. باز کی جرأت دارد، قدرت دارد که برآمده جواب گویم؟ خب به قول شرط بوی دادن 140 نفر شرط بوی دادن سخن به اسرائیل جان فیض‌الدینov. مرحمت. این شعر مادری جان علیهم گو در حقیقت یک سرودی است که سرودها است که یک روزه، دو روزه، سه روزه، این در حقیقت عمری طولانی دید. این بر قلم بحرینیستا شاعره پیشی چشمت کودک من تا هنوز مادری جان علیهم گو. این فوند طلایی جمهوری و ثبت شدگی بود. این عصرها به فکر من میماند. تشکر. من میخواستم در ادامه همین صحبت، چون سخن درباره مادر رفت، درباره پدر رفت، بعضا وقتی که توسط تلویزیون، توسط رادیو یک سرودی خوب در وصف مادر یا پدر می شود، اونهایی که پدر و مادرشون رو گم کردن اشکی چشم می ریزن و اونهایی که خوشبختانه پدر و مادر دارن اندیشه می کنن که چه خدمتی را در نزد پدر و مادر ادا کردم. یعنی مطلب از خواندن سرودها در وصف والدین هم این است که ما به قدر پدر و مادر خویش رسیم، به قدر آن نفرهای رسیم که واقعا ما را به این دنیا آوردن، ما را به این دنیا عمر بخشیدن. و من میخواستم این لحظه پرسان شوم که سلسله مادرنامه شما و چند سرود در وصف پدر که ایجاد کرده اید چطور روی کار آمدند و از بین اونها کدام از مادرنامه های شما، از سرودی مادری شما برای شما عزیز از یک زمان نقل کرده بودید که وقتی که درباره مرگ مادر، وفات مادر یک سرودی مادر خوانده بودید، لیکن مادرتون در حیات بودند و شما رفتید نزد مادرتون گفتید که مادر جان تو مبادا خفه نشوی که من این سرودی خواندم که اون از قصه میکند از فرزندی که از مادر محروم شده است و مادر بزرگی شما گفتن که فرزندم در این صورت تو تنها پسری من نیستی، بلکه تو برای اونهایی میخوانی که در این دنیا مادر خودشان رو گم کردن. من میخواستم چند سخن گوید و یک سلسله اگر خواهید یک یا دو یا سه سرود در وصف مادر و پدر دوستان ما شنیده باشند. مرحمت. بچه اگر من همین یک بیتون یک قسمتی حاضر برآمده
فقط برای مادرها میبخشیم. ملش من آیست گوش کنید تو اگر که دلتون دل خفه نمیشد گویتون اگر دقت نمیشیم زیغ نمیشیم گویتون اگر ملش بهتون آغاز میکنیم. سلامت باشید. قصه مادر. قصه مادر کلان و کنج گرمی صندلی هرگهی که یاد می آرم دلم گم می زند دلم گم می زند باز پیراه مرا بر سوی دهم میبرد بر دماغم باز بوی نان مادر میزند بوی مادر میزند مادرم در نوبهاری زندگی بر وقت رفت ما را بعد خود گویا برای درد و غم زنده ها از غم نمی میرم زنده ها از غم نمی میرم فهمیدم کنون زندگانی سخت شد به دست نرمی مادرم نان گرم و آب سردی چشم را پزمان شدم مادری ره انتظارم نیست در دنیا کنون نیست در دنیا کنون نیست در دنیا کنون اهل ده یاد دارم تا کنون نزد آچم می روم گفته گریستن های من دردمی دروازه با چشمان نرم و انتظار با امیدی باز دیدی نشستن های من دردمی دروازه با چشمان نرم و انتظار با امیدی باز دیدی نشستن های من ای مادرم در نوبهاری زندگی بر وقت روم
مادرت صحرا در رو رفت است آید بیگهی گفتگو می شست مامایم به آبی دیده رو طفل بودم بر کلانها فندی من مشکل نبود مادری ره انتظارم نیست در دنیا کنون نیست در دنیا کنون نیست در دنیا کنون برگ‌های زرد افتادن از شاخی درخت پشته‌ی بالای ده ما برآمد از درم کرته الوانی او بینی درمگران نتافت مادری من هیچ دیگر بر نیامد از درم نان گرم و آبی سردی چشم را پزمان شدم مادری ره انتظارم نیست در دنیا کنون نیست در دنیا کنون نیست در دنیا کنون گر برفتی مادرم بالای سر خورشید مام در برم خواهر برادر در دلم امید مام کمپیری همسایه در بالای 10 فرزندی خوب دست مهرش بر سرم ماند و مرا فرزند خام کمپیری همسایه در بالای 10 فرزندی خوب دست مهرش بر سرم ماند و مرا فرزند خام قصه ما در کلان و کنج گرمی صندلی هرگهی که یاد می آرم دلم گم می زند 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 روی ارواح مادرایی که کسی که مادر نباشد نداشته باشند از ما شاد باشد خیز مادر که مسافر پسر آمده است پسری در بدر کشیده آمده است خیز مادر که مسافر پسرت آمده است پسری در بدرت
پیشی درت آمده است. شهر باشد تمنای برت را می بود، شهریارت به تمنای برت آمده است. خیز مادر خیز مادر که مسافر پسرت آمده است. دو جهان را تو خبردار زینامش کردی، پیسری از دو جهان به خبرت آمده است. دو جهان را تو خبردار زینامش کردی، پیسری از دو جهان به خبرت آمده است. هنر آموخت همه عمر هنرمند نشد، پیسری به هنری با هنرت آمده است. خیز مادر خیز مادر که مسافر پسرت آمده است. پیسری به هنری با هنرت آمده است. خیز مادر خیز مادر که مسافر پسرت آمده است. پیسری در بدرت پیشی درت آمده است. شهریارت و تمنای برت آمده است. تشکر. دوستان عزیز، درختی بود که هر سحر تا بگاه یک پسرک می آمد زیر آن درخت بازی میکرد و سنگ میگرفت و سوی درخت هوا میداد و میوه‌ای که آن درخت داد آن را میافشاند و میگرفت و میخورد. روزها گذشتند، سالها گذشتند، درخت هم پیر میشد، پسرک هم کلان میشد. پسرک زمانی شد که از دیه رفت، زمانی شد که از دیه رفت و هر زمان به دیه می آمد و باز از آن میوه بر میخورد، از میوه میخورد و هرگز نمی پرسید که آن درخت را کی نگهبانی میکنه. با گذشت زمان اون پسرک میانه سال شد، 30 ساله شد، 35 ساله شد و برگشت به وطن و آمد و کمی مفلس شد. خواست خانه پوشید و خواست خانه را گرم کند که هیزم نداشت
رفت اون درخت رو برید و از هیزم این درخت آمد خانه‌اش را گرم کرد. با گذشت زمان اون مرد پیری کهنسال شد و رفت بازم بدید که از اون درختی که اونجا هست تنها ریشه مانده است و بالای آن ریشه نشست و گریه کرد. این حکایه یک نفر نویسنده انگلیس است که مطلب او از آوردن این حکایه آن است که اون درخت والدین ما هستند و اون پسرک ما هستیم و در طول زندگی ما از پدر و مادر فقط طلب میکنیم و باری هم فکر نمی کنیم که برای پدر و مادر باید چیزی داده باشیم. این یک حکمت است و اونچه که اینجا خواندم واقعا هم ما باید اندیشه کنیم که اون درختی که ما رو میوه میدهد، درختی که ما به هیزم داد، درختی که در زمان پیری باز برگشتیم سری همون و نشستیم گریه کردیم چی کاری رو به انجام رسانیدیم. و من اندیشه میکنم که اونهایی که اینجا نشستن البته به قدر والدین خودشون میرسن، ولی امروز ما وظیفه دار هستیم که فرزندان ما هم به قدر ما و شما برسن. به قدر ما و شما رسیدن فرزندان از عمل ما و شما وابسته است. اون حکمت دیرینه ای که یک نفر پدرش را به کوهستان میبرد تا گذارد اونجا بیاید و هنگام رفتن اون پدر به پسرش میگوید که پسرم این راه را گم مکن. میپرسد برای چی؟ میگوید یک زمانی میرسد که تو هم به همین جا میآیی. و من اینجا گفتنی هستم که هر سرود، هر شعری که اسرائیل جان فیض‌الدینوف و مانند این کس حافظانی با معرفت میخواهند زندگی ما را آباد میکنند، روزگار ما به راهنما هستند. دوستان عزیز، برنامه امشب را ادامه میدیم و من گفتنی هستم که چون امروز سخن درباره والدین، درباره پدر مادر رفت، درباره تربیه رفت، من بسیار خواهش میکردم که چون همه شما آگاه هستید یک نفر فرزند اسرائیل فیض‌الدینوف، اسکندر فیض‌الدینوف هنرمند هستند و کسب پدر خیش را ادامه داده ایستادند و من حاضر خواهش میکردم که ایشان چند سرود خوانند و برنامه آینه شب را ادامه داده باشیم. مرحبا. قسمت هم نوایم آفریده، تو را خدا برایم آفریده، و قسمت هم نوایم آفریده، و دردی که زیش دارم تو را یار، چو مرهم بر دوایم آفریده، و دردی که زیش دارم تو را یار، چو مرهم بر دوایم آفریده. تنها برای من، تنها برای من، تو را تنها برایم آفریده. ای تنها برای من، تنها برای من، تو را تنها برایم آفریده. تو موجود، تو را چون قبلگاهم آفریده. وجودی مرزی هستی تو موجود، تو را چون قبلگاهم آفریده. توی را که شب و روزان چونوره بروی دیدگانم آفریده. توی را که شب و روزان چونوره بروی دیدگانم آفریده. تنها برای من، تنها برای من، تو را تنها برایم آفریده. ای تنها برای من، تنها برای من، تو را تنها برایم آفریده.
جگر سوز برای من چو مریم آفریده تو را با عشقی جان سوز و جگر سوز برای من چو مریم آفریده و جسم و جانی بمارم شب و روز تو را همچون دوایم آفریده و جسم و جانی بمارم شب و روز تو را همچون دوایم آفریده تنها برای من تنها برای من تو را تنها برایم آفریده تنها برای من تنها برای من تو را تنها برایم آفریده و قسمت هم نوایم آفریده تنها تنها برایم آفریده خب یک سروده که اینجا خوندید فکر میکنم که به حاضرین معقول افتاد. یک زمان من وقتی که با اسرائیل فضلینov چندین سال پیش صحبت کرده بودم گفته بودند که من یگان فرزندم مجبور نمیکنم که هنرمند شوم. اکنون من از شما پرسیده هستم که شما مجبور کردن یا خودتان به این ساحه رفتید؟ مرحبا. اولا السلام علیکم پدر و مادران گرامی قدر، هر یک شما رو خوش آمدید میگویم. بعداً به سوال شما چنین جواب دادنی هستم که اولا همین خیلی هم بود، بسیاری ها سوال میدادن به پدرم که چرا فرزند خود را در راه صنعت تربیت نمیکنید. من اصلا در اوان جوانی اینقدر شوق و رغبت زیادی هم ممکن پدرم ندیدند که مرا مجبور نکردن، برای که پدرم همه وقت میگفتند که صنعتکار همون شخص شده میتواند که اگر با وجودش به همین کار داده شود، اگر عشق داشته باشد. خانواندن مایه من شکر خدا معلومات عالی دارم. بعدا این کسب این کار که در خون ما هست بعدا باز مرا مجبور کرد، من خود هم به همین رویه رو انتخاب کردم. دیدم که همین کسب به من بسیار چه خیال گویم یک کیفیت میبخشد از سرودخوانی نسبت به دیگر همین کارها. بعد پدر دیدن که باز به همین راه آمدم، باز من شکر خدا یک دو سال اخیر استاد پدرم در همین راه تربیت کرده شدن. یعنی وقتی دیدن که شما سرود میخونید دیگر علاج نداشتن. از روی تخصص شما کی است؟ من ختم کرده دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان اختصاص اقتصادچی بین الخلقی. سلامت باشید. اقتصادچی بین الخلقی. الان یگانجا کار میکنید یا تنها با صنعت؟ کار میکردم اون یکی حالا تنها صنعت. سلامت باشید. الان در رپرتوار چند سرود دارید؟ یک 8 تا باشد حاضر داریم. سرودهای خودتون؟ سرودهای خودم. از پدرتون چند سرود میخونید؟ این سرودها همش ایجاداتی از پدرم است. یک سرودهای پدرم همشو میخونم. تشکر. بینندگان ما اونهایی که پیوسته تلویزیون تماشا میکنن سرودهای اسرائیل فضلینov گوش میکنن، یک سرودی پدرتون با نام شعر از استاد لایق شیرالی، آرایشی جوانی هم عشقی تو بود و مرد. یعنی واقعا هم همین سرود آرایشی جوانی هم عشقی تو بود و مرد از جانب شما واقعا هم خوب ایجاد شده است. برای چی شما همین شعر خوندید؟ برای که با من معقول است. از خورده من همین شعر همین سرود و شوق و رغبت زیاد داشتم، بسیار میخواندم، زمزمه میکردم. بعد یگان عشق راه به مردگیش نمیخواد؟ نه. سلامت باشید. خب من یک چیز دیگر میخواهم پرسم که از همین پدرتون از هم خصلت، هم خوی، هم فعل و اطوار، هم هنر، هم صنعت چیه میخواهید که همون شما باشه؟ خصوصیتی که من بسیار در پدرم حرمت میکنم و میخواهم که همین خصوصیت در من هم باشد. همین کاری که پدرم از پی اون کار میشوند جدی قبول میکنن و همون شعاری پدرم که هست کار امروزه را به فردا نگذار، همین خصلت پدرم رو بسیار دوست میدارم. برای که یگان کاری نیست که پدرم هنه این کار بهتر میکنیم یا پگاه یا پگاه دیگر باشه. همه وقت
دنبالگیری کسب خود هستند، همه وقت در پی ایجادیات و در پی تکمیل دادن صنعت خودشان هستند. همین خصوصیت های پدر من بسیار، گرچنده که وای شخص بسیار با یک زینه بلند صنعت رسیده باشند، هم تا حال در پی یک چیزی نو آموختن هم هستند، بسیار خاکسار هستند. از پدر خود ما فخر میکنم. تشکر. خب شما چند برادر و خواهر؟ در عائله ما 4 نفر هستیم، 1 پسر و 3 دختر. سلامت باشید. صنعتکار تنها شما از فرزندان؟ ها. خب برای شما من موفقیت میخوام. تمنا میکنم که میگویم که یک دعا هست که مانند پدرت شو، از پدرت زیاد شو. همین خیلی. باز یک حکمت هست که من میخوام اینه برای شما و بخصوصا برای جوانان گویم که یک نفر عالم معروف وقتی که ابو علی ابن سینا صحبت میکند، همین خیلی صحبت خوب میکند، نشسته آرزو میکند که من مانند ابو علی سینا میشدم خوب میبود. ابو علی سینا اینه گوش میکند، میگوید وای بر حال تو، من که افلاطون شدم میخواستم ابو علی سینا شدم. تو که ابو علی سینا شدم میخوای، اکنون تو کی میشده باشی؟ بنابراین من میخوام که حد آخر پدری خودتان رو نگذارید، از اون بالاتر گذارید که اقلا به حد پدر رسیده باشید. بنابراین به شما کامیابی. از نام اینجا گفتن اسرائیل جان فیضینوف که دعای مردم گرفتن در کار، من باور دارم که همه آنهایی که اینجا نشستن شما دعا میکنن که در راه صنعت سربلند باشید، سرفراز باشید. و همون سرودی آرایشی جوانی هم عشق تو بود و مرده برای سامعان میخوندید و اگر خواستید باز چند سرودی دیگر برای بینندگان تلویزیون جهان آرا، برای بینندگان برنامه آینی شب تقدیم کنید. تشکر زیاد. یک چیز گفتنی هستم که برای من شخصا فخر است در بین مخلصان پدرم سرود خواندن، چون که من میدونم که هر یک شما بسیار مخلصان سختگیر هستید، با هر یک نازکی های صنعت اهمیت میدهید. تشکر زیاد. چرا از وعده خود دیر کردی؟ هوس‌های دلم را پیر کردی. بسا بگذشت بر من جبری تقدیر، تو جبری بدتر از تقدیر کردی. چرا از وعده خود دیر کردی؟ آرایشی جوانیم عشقی تو بود و مرد، گلبانگی شادمانیم عشقی تو بود و مرد. بالم دیگر شکسته و ابجم نشسته است، پروازی آسمانیم عشقی تو بود و مرد. پروازی آسمانیم عشقی تو بود و مرد. اکنون دلی دلاورم خونگیریه میکند، امید این جهانیم عشقی تو بود و مرد. من چون درختی تیرم به برگ و بی نوا، امیدی بی خزانیم عشقی تو بود و مرد. امیدی بی خزانیم عشقی تو بود و مرد.
میخورم وقتی نکوی تالیم عشقی تو بود وقتی نکوی تالیم عشقی تو بود آرایشی جوانیم عشقی تو بود گلبانگی شادمانیم عشقی تو بود گلبانگی شادمانیم عشقی تو بود تشکر بسیار. دوستان عزیز، باعثی سرفرازی ما هست که امروز در محفل ما شخصان حضور دارند که واقعا در پیشرفت جامعه امروزی ما سهمگیر هستند. ببینید که مردم گوناگون، انسان‌های مختلف که صاحب کسب و گوناگون هستند، مختلف هستند، صنعت هنر به هم می‌بیارد. صنعت هنر سر یک دسترخوان می‌آورد، سر یک محفل می‌آورد. و از این جاست که همیشگی ما از ملت خود ما، از فرهنگ ما، از ادبیات ما افتخار میکنیم و با ایگری ما ان همین زبان، ان همین ادبیات، ان همین شعر، ان همین سرود است. من اینجا دوستان، چهره های معروف از جمله استاد برادر ارجمند ما نادر جان سالیجانوف که از شخصیت های معروف ولایت، نماینده مجلسی نمایندگان کار کردند برای ملت، برای دولت، خیر مقدم میگویم. همچنین مؤسسی تلویزیون جهان آرا، اون نفری که به قریبی یک کتاب خود قصه های دلانگیز انشا کردند و تقدیم ما و شما کردند. واقعا این کتاب یک کتاب خوبی تربیوی است. من بسیار خواهش میکردم که اون دریافت کنید. تا این کس حاجی نورالله خان آخونوف هستند، اون کس هم خیر مقدم میگویم. همچنین از شخصیت های معروف شهر ما، ولایت ما، حاجی خیرالله خان یعقوبوف، حاجی بابا حضور دارند که ایشان من خیر مقدم میگویم. یکی از صاحب کاران موفق ولایت و کشور ما، برادر عزیز ما عبداللطیف رحمانوف و اهل عائله‌شان حضور دارند که من این کسی هم خیر مقدم میگم. و اون کسایی که شاید من نشناختم ولی واقعا هم از چهره‌های افروخته هستند، همه شما خیر مقدم میگم. من خوشبخت هستم، خودم خوشبخت احساس میکنم که ما امروز برای هنر، برای صنعت وقت میابیم، می نشینیم. محض همین هنر ما رو برای راست هدایت میکند، ما رو برای نیک هدایت میکند. خدمهای همه شما بالای چشم میخونم و در برابر این من وظیفه دار هستم که همکاران برنامه امروزه رو اینجا ذکر کنم. از جمله مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و شهر خوجند ما رو دستگیری میکنند که این برنامه همیشگی برگزار شود. همچنین تلویزیون جهان آرا که تشبسکار این محفل است و من امیدوار هستم که با دستگیری ما و شما این محفل سالهای سال ادامه دارد. از روی نقشه ما در سال 2016 چندین این گونه محفل ها با این هنرمندان خواهیم گذرانید. همچنین مغازه لباس های مردانه و بچگانه تابان همکاری ما هستند. شرکت سیاحی شرق امریکا، تلویزیون ولایت سوخت و رادیوی تیروز همکاری ما هستند که برای برگزاری این محفل سهم خودشان گذاشتن و البته طربخانه فردوس که امروز ما در اینجا حضور داریم. من به همه اونهایی که در برگزاری این محفل سهم خودشان رو گذاشتن تشکر میگویم، ولی از همه مهمش سپاسگزاری من به هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان اسرائیل فیض‌الدینوف است و من این لحظه به سوال و جواب خواهش میکنم که چند سرودی شیرین برای شما خوانده باشم. مرحبا. رحمت به یاری تو بزرگی و بزرگیت ایام گردد، اله دولتی پیری نصیب جاویدان گردد. دعاگویی تو گردیدم همیشه در امان باشی، به هر جای قدمانی خداوند مهربان گردد. دعا
دعاگویی تو گردیدم همیشه در امان باشی و هر جای قدمانی خداوند مهربان گردم. کن جای حسرت نیست هوس‌های دلم بینگر هزاران داستان گرده تولا از خدا دارم نبینی غم در این عالم که هر دم در دلی پاکم جهان از نو جمال گرده. دعاگویی تو گردیدم همیشه در امان باشه و هر جای قدمان خداوند مهربان گرده. خدا دارم نبینی غم در این عالم که هر دم در دلی پاکم جهان از نو جمال گرده. دعاگویی تو گردیدم همیشه در امان باشی و هر جای قدمانی خداوند مهربان گرده. و هر جای قدمان خداوند مهربان گرد حبیبت مهربان گردم. شبها همه شب درد تو را ناله کنم شبها همه شب درد تو را ناله کنم در کنج لحد یاد تو جانا نکنم. 100 سال گذرد گر بر سر خاکم آیی گویی تو رسد کفن اسد پاره کنم. اداست حیارم اگر یابم جوانی دوباره تو را تنها تو را میخواهم و بس. اگر یابم جوانی دوباره تو را تنها تو را میخواهم و بس. و هر قیمت بهر قسمت کی باشدی تو را هرگز نخواهم داد از دست. و هر قیمت بهر قسمت کی باشدی تو را هرگز نخواهم داد از دست.
شفای دوباره تو را تنها تو را میخواهم و بس اگر یابم شفای دوباره تو را تنها تو را میخواهم و بس تو را هرگز نخواهم داد از و اینجا وقتی که اسکندر خان اینم خواند کو حاجی آرایش جوانی هم عشقی تو بود و مرد و یک کس سوال دادن اسرائیل جان همی شما هم خوانده بودید این بچه تان هم خوانساز ما بودم عشقی ما نمامورد گفتم ما برای همی خوان نترسیدم میخونه برای همی دو قرصه از اینا عشق نمورد اله اساسش عشق استاد اسرائیل جان فیضدین رو دعوت کردیم این کس میخوان تو دونن که تا کدام اندازه سرود این کس در دل و جان مخلصانشان جای شده است برای همین ما یک آزمون میگذارونیم اگر روزی باشتم بین زنهای و مردها کسی که یگان سرود اسرائیل فیضدین رو اینجا خوانند هم صاحب تحفه میشوند و هم صاحب خود اسرائیل میشود نه نباشد آزمون در کار نی مرحمت کنی یک خودموی سنجیم در زیر چرخ گردون ما و شما غنیمه ما و شما غنیمه افتاده پیستن ها بی متکا غنیمه بی متکا غنیمه تشکر ما یک دقیقه شما میخواهم اینجا باشید فکر میکنم که در برنامه پیشینم سرود خوانده بودید نه؟ بله سلامت باشید لیکن از اونی صباحت شما به درد خوانده بودید هیجان مرا پخش کرد پس دفعه آینده در برنامه آینی شب با موسیقی میخوانید خدا خواهد سلامت باشید کتاب استو حاضر اینجا چی خیلی خوندم نترسه خوندم نه اینجا به جرأت تر خواندم اینجا اسرائیل است سلامت باشید همین تحفه اسپارید شما به یک کتابی دروازه طلایی میسپارید سلامت باشید من آخرش سلامت باشید مرحبا باز کی سرود میخواند السلام علیکم من پرویز آخونوف از خستیورز یکی از میلیارد مخلصان استاد حساب میشم خیلی استاد بینهایت ما مخلصی اشهدی اویلوی میزی ما مجبور کردن که یک دو مصری خوانده تید گفته استاد اجازت باشه دیگه چرخ گردون ما و شما غنیمه ما و شما غنیمه افتاده خستن ها بی متکا غنیمه بی متکا غنیمه افتاده خستن ها بی متکا غنیمه بی متکا غنیمه ما و شما ما و شما ما و شما شما یا ناری نیسا غنیمه ناری نیسا غنیمه ما و شما ما و شما ما و شما غنیمه ما و شما ما و شما ما و شما غنیمه ما و شما غنیمه ما و شما غنیمه سلامت باشتم زنده باشتم استاد خطابیش باشد بخش میکنم البته مخلصان میخواهند درباره حافظی دوست داشته خود بسیارتر دانند
از این لحاظ از شما پرسیدنی هستم که سرودی آه من بچه بودم ساده و نادان بودم به حیات شخصی شما یگان علاقمندی داره؟ با پرسیدگی همه شهده گره بود. اینجا خواهری عزیزی ما خواهش کردن که سرودی کجای مادری شب زنده دارم را میخواندید خوب میشد. حالا اینجا اگر شد که اینا گفتن استاد گفتن که وقتی که مادر میخواندیم مادر در حیات بودن و من واسه بی مادری میخواندم. رسالتی من برای خدمت شما کردنی من همین است که آنچه که میخوانم اون که از 110% حیاتم وابستگی داشته باشد دیگر همش این قهرمان هایی که در خود ایجاد میکنم شما ما میخوانم. فقط یک عجایبش همین که کدام سروده نخوانم اگر بسیارا از حیات خودم وابسته فکر میکنم. شاید که همون چیز من عشق باشد سختتر خوانده باشم، مادر باشد سختتر خود رو به همون قطعه زنانده باشم، قهرمان اساسی. برای همین خیلی آه من بچه بودم ساده و نادان. همین فکر کنه که بچگیش به دوست نداشته بود. استادی محترم شما رو خیر بخوانده مقدم میگویم در خوجندی بستانی. در یکی از صحبت ها شما هم یک آرزوی خودتان رو بیان کرده بودید. شما گفته بودید که شما میخواستید به سفری تاج محل روید، تاج محل افسانوی رو ببینید. شما به میسر شد همین آرزو یا نه؟ نه حالی هم همین آرزو در دلم هست. رحمت سفر کردن دیدن دنیا این از همه برای انسان به فکرم شرف. حرکت کردن اگر بسیارتر بینیم، اگر بسیارتر سفر کنیم بسیارتر بینیم اگر این طرز زندگی خودمون هم دیگر میشه می آموزیم از دیگه. لیکن تاج محل این یک نیتی اکوجا من خودم نمیرم افتم کو کلینکت میرم. سفر هر خیل میشه. من بسیار فخر میکنم که سفرهایی که خدمتی یک کاری هست من از نام وطن عزیزم و تاجیکستان عزیز بسیاری جا رفته سفر کردگی، سخن کردگی، سرود خواندگی. لیکن باور کنید تو وقتی که سفر داشتیم سال گذشته بود که نوروز جهانی که در افغانستان شدگی بود، وقتی که قدم ماندم افغانستان با چشم خودم دیدم باور کنید تو گفتم آن کسی که به قدر تاجیکستان نرسد کور میشد. گفتم باور کنید به قدر وطنمون نرسیدگی تیزتر حرکت کردم که به وطن عزیزم بیاد. این تینجه بینید. برای همین سلام تاج محل و خدا رفته بیام کنسل میدیم. کجایی مادری بکینه من سراپا ثروت و گنجینه من برفتی و مرا با خود نبردی علم جای تو باشد سینه من برفتی و مرا با خود نبردی علم جای تو باشد سینه من کجای مادرم شب زنده دارم کجای مادرم چشم انتظارم نشاطی زندگیم شد پریشان کجای در فراقت خار و زارم کجای مادری بکینه من کجایی گریه رخساری مرا شد کجایی تیر غم آخر مرا کش خدایا مادری جانم کجا شد
به حسرت بر سری خود میزنم موج. کجای مادری به کینه ای من؟ کجایی به تو من به خانمانم؟ کجایی به تو من به خانمانم؟ کجایی مادری به کینه من؟ سراپا ثروت و گنجینه من. برفتی و مرا با خود نبردی، علم جای تو باشد سینه من. برفتی و مرا با خود نبردی، علم جای تو باشد سینه من. علم جای تو باشد سینه من. کجای مادری به کینه من؟ روی تو با گلدان دلم میمانم، حرفی نامد به خط جان و دلم میمانم. و ورقهای زرندوده دیوان هوا، ثبت شهم اسره ارمان دلم میمانم. و ورقهای زرندوده دیوان هوا، ثبت شهم اسره ارمان دلم میمانم. عشق تو رشته و کالای گره نخورده، نقش گلدوز به دامان دلم میمانه. میوه صبر و تحمل که عجب شیرین است، بهر نابرده به سرخان دلم میمانه. میوه صبر و تحمل که عجب شیرین است، بهر نابرده به سرخان دلم میمانم.
گنجی که زیشتی تو غنیمت دارم در دل کوی زرفشان دلم میمانه همه گنجی که زیشتی تو غنیمت دارم در دل کوی زرفشان دلم میمانه ثبت شهمی سره ارمان دلم میمانه ثبت شهمی سره ارمان دلم میمانه دوستان عزیز، حالا من میخوام سخن رو به مؤسسی تلویزیون جهان آرا، داننده تاریخ دین حاجی بابا حاجی نورالله خان آخونوف دهم. آن کس میخوان هم مبارکباد کنند و هم یک کتابی خودشانه به اسرائیل جان فیض‌الدینوف هدیه کنند. مرحبا. به نام خداوند بخشنده و بخشاینده مهربان، مادران عزیز، مادران مشفقه، پدران بزرگوار، حاج بابای و حاج آیه ها، همه در حضور دسترخوان احسانی بخشیده به جشن برادر عزیز ما اسرائیل جان همه قدم رنجه کردن. این هم نعمت است. بنابر همین من رنج امسال و دور میکنیم و گنج فقط پیش میگیریم. یگان کس رنج نبیند همیشه ما خرسندی کنیم. من این قصه دلانگیز که چخل که حاجی سید عمران گفتن، این کتاب این گنج است. در این 50 قصه قرآنی بزرگان، در این آداب عائله، چخل که ما میدانیم امسال سال عائله هست، از این کتاب هر یک عائله باید فرزنداش کده یک شیشته اساده از این بهره یابد. در این آداب رهاگردی، آداب سخنگویی، آداب همسایه داری، آداب سلام، آداب راهگردی و غیره و غیره و غیره آداب ها و قصه های بزرگان در این کتاب جای گرفته است. بنابر همین گنج من برای برادر عزیزم تقدیم میکنم. مرحمت. سلامت باشید. دوستان عزیز، بینندگان ارجمند آیینی شب، اینک برنامه نوبتی ما خاتم می‌یابد. این دفعه در برنامه ما هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان اسرائیل جان فیض‌الدینوف مهمان بودند. ما برای آنهایی که در برگزاری این برنامه ما را دستگیری کردند تشکر میگوییم و مخصوصا به اسرائیل جان فیض‌الدینوف برای کار کامیابی ها تمنا میکنیم. برنامه آینه شب برای هر یک از شما بخت و سعادت، سربلندی و خانه آباد تمنا دارد. تا برنامه های دیگر در تلویزیون جهان آرا. یار یار گویم تو رازی من برده یار 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 گویم بکوی دیگری بردن یار 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 گویم تو رازی من برده یار 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 گویم بکوی دیگری بردن یار یار دنیا همین بود از شانم، قسمت همین بود از شانم، تقدیر همین بود از شانم، تو را بردن یار یار دنیا همین بود از شانم، قسمت همین بود از شانم، تقدیر همین بود از شانم، تو را بردن یار یار
بردن یار یار. دنیا همین بود از جانم، قسمت همین بود از جانم، تقدیر همین بود از جانم، تو را بردن یار یار. چنین نگیم عشقی تو را تا دنیا میبرم. دنیا همین بود از جانم، قسمت همین بود از جانم، تقدیر همین بود از جانم، تو را بردن یار یار. دنیا همین بود از جانم، قسمت همین بود از جانم، تقدیر همین بود از جانم، تو را بردن یار.